الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب الجحيم وسلسلة الشياطين، أو كما قال. صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران صائمین ماه مبارک رمضان، شب زنده‌داران ماه مبارک رمضان، بندگان محبوب الله سبحانه و تعالی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. الله سبحانه و تعالی طاعات و عبادات همه ما و شما را مورد قبول درگاه خیش بگرداند و الله سبحانه و تعالی به ما توفیق بده که از ساعت و ثانیه و دقیقه این ماه مبارک، ماه رحمت و مغفرت، درست و صحیح استفاده بنماییم. در جلسات گذشته پیرامون فتحت ابواب الجنه و غلقت ابواب الجحیم، در رمضان دروازه های جنت، بهشت باز هست، باز شده، و دروازه های جهنم مسدود هست، بسته شده. اشاره نمودیم. الان بحث ما پیرامون غلقت، پیرامون سلسله الشیاطین او پیرامون زنجیر کشیدن شیطان هاست. شیاطین به زنجیر کشیده شدن، شیاطین زندانی شدن، شیاطین شرشان از سر مؤمنین دور شده است. این شیطانی که در 11 ماه انسان را به طرف گمراهی کشاند، انسان را به طرف ضلالت، به طرف بدبختی، به طرف شقاوت سوق داد، این شیطان کیست؟ آیا لحظه فکر کردیم الله سبحانه و تعالی برای ما دستور میده: فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. وقتی شما میخوایم تلاوت قرآن داشته باشیم، چون شیطان دشمن شماست، شما پناه بجوییم. به کجا پناه ببریم؟ به طرف پروردگار عالم. چنان دشمنی شیطان، عداوت شیطان نسبت به بنی آدم، این کینه دیرینه ازلی که داره چنان هست که الله سبحانه و تعالی نمیگه جای دیگری پناه ببرید، میگه پناه به من بیاورید. پس پناه بردن به الله این نشان دهنده اینه که این دشمن نباید به دست کم بردارید. وقتی در این ماه مبارک رمضان این دشمن به زنجیر کشانده شده، باید تو خوشحال باشی، فرحت داشته باشی، ذوق داشته باشی که اگر قبل از رمضان تو را به عبادت نمیگذاشت، الان با فکر جمع و خاطر جمع به عبادت الله سبحانه و تعالی مصروف هستید. شیطان دشمنی ازلی داره با فرزندان آدم. ان الشیطان لکم عدو مبین، دشمن واضح و آشکارای شماست. شیطان قسم یاد کرده که در پی
گمراهی بنی آدم تا لحظه مرگ روان هستم. تا لحظه مرگ شیطان رها نمیکنه و سختترین لحظه هم لحظه مرگ هست که شیطان در کنار انسان قرار میگیره و تلاش میکنه تا خودش تنها به جهنم نره، باید همراه داشته باشه. شیطان چنان وسوسه داره که الله سبحانه و تعالی میفرمایه فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری من سوآتهما. الله سبحانه و تعالی به آدم علیه السلام، به حوا علیه السلام، به اینها گفته بود از این درخت ممنوعه نخورید. شیطان وسوسه کرد و اونها به وسوسه شیطان فریب خوردن، از اون درخت ممنوع خورده شد. پس وظیفه شیطان وسوسه هست. سر نماز تو را به وسوسه می اندازه. ماه مبارک رمضان که مسدود و به زنجیر کشیده شده و به زندان افتاده، در بند و قید قرار گرفته، اما باز هم اگر در این رمضان تو عبادت درست و صحیح نداشته باشی، او وساوس شیطانی که قبل از رمضان با تو داشته هنوز در وجود تو تأثیر میگذاره. پس وسوسه شیطان باید انسان این وساوس را از زندگی خود در این ماه مبارک رمضان دور بسازه. وسوسه های شیطانی ویروس هست. در وجود بنی آدم شیطان وسوسه میکنه. در 11 ماه وسوسه کرده. ماه مبارک رمضان ماهیه که باید این وساوس دور بشه، چون شیطان نیست که دیگه وسوسه داشته باشه. اگر انسان به عبادت نپرداخت، درست و صحیح روزه نگیریفت، قیام شب نداشت، دعا نداشت، این وساوس دور نمیشه. شیطان دشمن هست و دشمنی میکنه. از جمله دشمنی های شیطان ایجاد خوف، ترس. انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه. دوستان خود را میترسانه. اگر به جهاد رفتی کشته میشی، شخص نمیره. اگر زکات دادی فقیر میشی، شخص زکات نمیده. اگر حج رفتی سرمایه تو هدر میره، حج نمیره. اگر در ماه مبارک رمضان صدقه دادی، جود و بخشندگی داشتی، سرمایه تو کم میشه. به هر حال میترسانه. وظیفه شیطان هست. الله سبحانه وتعالی میگه فلا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنین. از شیطان نترسید، از من بترسید اگر مؤمن هستید. شیطان تجارت و معامله انسان را خراب میکنه. الشیطان یعدکم الفقر. شیطان وعده فقر میده و یأمرکم بالفحشاء. کار شیطان چیه؟ وعده فقر دادن. فقیر میشی اگر صدقه دادی. اگر مسجد ساختی فقیر میشی. اگر پول خود را به حافظان قرآن و طلاب علم و ایتام و بیوزنان و فقرا و مستضعفین و اینها مصرف کردید، فقیر میشید. همین وسوسه در ذهن آمد، این وسوسه شیطان هست. و یأمرکم بالفحشاء. شیطان امر میکنه به کارهای زشت. برو بکش، برو بزن، برو دزدی کن، برو ظلم کن، برو بیعدالتی کن، برو رشوت بخور. همه اینها دستورات شیطان هست. نعوذ بالله برو زنا کن، برو قمار بزن، برو شراب بخور. و یأمرکم بالفحشاء. این کار شیطان هست. الله سبحانه و تعالی این دشمن بزرگ را در این رمضان و سلسله الشیاطین به زنجیر کشانده شده. این را به زنجیر کشانده تا تو راحت باشی، عبادت الله را راحت انجام بدهید. همچنین شیطان دستور میده به اسراف، به تبذیر. الله سبحانه و تعالی میفرماید ان المبذرین
كانوا اخوان الشیاطین، اسرافکاران، کسانی که اسراف میکنن، تبذیر دارن، اینها برادران شیطان هستن. اینها کسانی هستن که با او نه تنها دست دوستی بلکه برادری، دست برادری دادن. شیطان اسرافکاران رو دوست داره، مسرفین رو دوست داره، اونها رو برادر برای خود انتخاب کرده. همچنین خلاصه الله سبحانه و تعالی می فرماید و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا. کسی که شیطان را به عنوان دوست انتخاب بکنه و الله را رها کنه، در حقیقت که در خسران واضح و آشکاری افتاده. این خسران چیست؟ بر راه شیطان رفتن، به قول شیطان عمل کردن. بین جامعه خیلی جالبه، شخص کار زشت که انجام داد بعد میگه شیطان مرا فریب داد، خودش هم میفهمه. یک کار زشت و ناروایی که کرد بعد میگه شیطان مرا برد در این راه. خوبه که خودت میفهمی و میدانی. الله سبحانه و تعالی به صراحت میگه و من یتخذ الشیطان ولیا، کسی که شیطان را به عنوان دوست برای خود بگیره و الله را رها کنه، فقط خسر خسرانا مبینا. این خسران چی هست؟ این زیان چی هست؟ این خسران براءت و بیزاری شیطان از این شخص هست. الله سبحانه و تعالی می فرماید در سوره ابراهیم در آیه 22 وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. شیطان سخنرانی داره در روز قیامت. شیطان بیان داره. وقال الشیطان لما قضی الامر. وقتی داوری تمام شد، جهنمی به جهنم رفت، اهل بهشت به بهشت رفتن. شیطان چی میگه؟ الله سبحانه و تعالی برای شما وعده حق داده بود و وعده خود را راست کرد. ان الله وعدكم وعد الحق. الله سبحانه و تعالی وعده حق داده بود، وعده هم حق هست و ثابت شد. فاخلفتکم، و من برای شما وعده کرده بودم اما امروز هیچ چیزی نیست. و ما کان لی علیکم من سلطان، هیچ کاری از دست من بر نمی آیه. خیلی مهمه. روزی که شیطان هم از انسان بیزاری بجویه چقدر سخته. در دنیا کسانی که دنبال شیطان رفتن، دنبال فریب شیطان، وسوسه شیطان، مکر شیطان، حیله شیطان، شیطان میگه آنچه که الله وعده کرده بود وعدهش ثابت شد و رسید و او چیزی که من به شما وعده کرده بودم چیزی نیست. هیچ کاری امروز از دست من بر نمی آیه. همه او را ملامت میکنن که تو برای ما گفتی شراب بخور، تو برای ما دستور دادی که بکش، قتل کن، نعوذ بالله زنا کن، نعوذ بالله رشوت و قمار، و تو ما را بالاخره به طرف گناه و معصیت کشاندی. میگه فلا تلومونی ولوموا انفسکم. فلا تلومونی،
مرا ملامت نکنید، خود شما نفس خود را ملامت کنید. شیطان هم پیروان خود را ملامت میکنه در جهنم که در کنارش میسوزن. و بعد میگه ما انا بمصرخکم و ما انتم بمصرخی. امروز نه من فریاد رس شما هستم و نه شما فریاد رس من. اینی کفرت بما اشرکتمونی من قبل. همانا من از این که مرا پیش از این شریک خدا ساختید بیزار هستم. هرچی اطاعت از من کردید من از شما بیزارم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. چقدر سخته که شیطان از پیروان خود بیزار بشه در جهنم. در ادامه آیه میگه ان الظالمین لهم عذاب علیم. بیگمان برای ستمگاران و برای ظالمین عذاب دردناک است. پس دانستیم که شیطان چه کار میکنه. شیطان هست که زندگی را خراب میکنه. شیطان هست که اختلاف میاندازه. شیطان هست که بین زن و شوهر جدایی ایجاد میکنه. شیطان هست که انسان را بدبخت دنیا و آخرت میکنه. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء. شیطان هست که بین شما عداوت ایجاد میکنه، دشمنی ایجاد میکنه، قهر و غضب به وجود میاره. پس باید همیشه به الله پناه بجوییم. این شیطان، این دشمن بزرگ، دشمن واضح و آشکارا، الله سبحانه تعالی در این ماه مبارک رمضان او را به زنجیرها کشیده تا تو الله را به راحتی عبادت کنید. دشمن نیست، حرکت بکن به سوی الله. دروازه های جهنم مسدوده، حرکت بکن به سوی الله. دروازه های جنت باز مفتوحه، حرکت بکن. جنت باز دروازه هایش، جهنم مسدود، شیطان به زنجیر کشیده شده، حرکت بکن به سوی پروردگار عالم. شیاطین جنی به زنجیر کشیده میشه، اما متوجه باشید که شیاطین انسی به زنجیر کشیده نمی شود. شیاطین انسی کیست و کیا هستند در ماه مبارک رمضان؟ رسانه هایی که می بینیم، رمضان ماه قرآن، ماه صیام، ماه عفو، ماه توبه، هنوز بعضی رسانه ها می بینیم که رقص، پایکوبیه. هنوز می بینیم که فیلم های مبتذله. این اشخاص شیاطین انسی هستند. اینها کسانی هستند که کار شیاطین جنی را هم پیش می برند. اگر اینها توبه نکنن چقدر عذاب سخت دامنگیر اینها میشه. چقدر کسانی که حتی در رسانه ها کار میکنن، شاید روزه داشته باشن، باز هم به برنامه های مبتذل کار کنن، برنامه هایی که از اون برنامه ها بوی ربا هست، بوی قمار هست، بوی فسق و فجور هست، کار کنن. اینها کسانی هستند که از اون روزه خود جز عطش و جز گرسنگی دیگه بهره نمی برن. الله سبحانه و تعالی بر همه ما توفیق بده که از شیاطین جنی و انسی به خدا پناه ببریم. الله توفیق بده به جوانانی که در رسانه ها کار میکنن، خصوصا در دهه اخیر ماه مبارک رمضان، شبهای قدر، شبهای با خیر و با برکت، اینها اعلانات شبهای عید، برنامه های مبتذل خود را میگذارن. الله توبه نصیب ایشان و نصیب همه ما داشته باشه. الله سبحانه و تعالی جامعه ما را از گزند و آفات شیاطین جنی و انسی حفظ بفرمایه. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة
و الناس. از این سوره دانستیم که شیاطین جنی و انسی وجود داره در رمضان. اگر شیاطین جنی به زنجیر کشیده میشه، ولی شیاطین انسی کار میکنه که الله ایشان را به برکت ماه مبارک رمضان هدایت کنه. اگر قابل هدایت نیستن، الله شرشان را از سر امت اسلامی دور بسازه. تا برنامه بعد همه شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.